مصر صورة قصة دوشقة قصة آمینه و مراد SP Production. یاد سرکی و دیده گروپ سایتی مو وقتی خیچه خشم کشوخی کرده با عشقو یا پتسن خولگان ده همون جایی که دیدشه نویس میکردن اوستا یفتک دلشه خودشون بخبر بدن که دوست داشتن یک دیگره دختر ده خودش میگفتی شوخی ای میگذره اوستا بوزیشون درخت عشق نوده گرفت دختر بخبر بدک بچه دلشه کنده گرفت اوستا دختره گفتک برو ای گروپا من تا عاشق شدم تو باید بشوی ای من دخترم دوستش میداشت نکی را او بای نداد بگه پی بچه میکرد که دلی او بشوه شد نکی در دلی دختر یک قصه ای بجایی بود میترسید که گپ زنه او بچه میشوه نبود بچه میگفتم بینه و چه مرایی میکنم تا همسری من میشه من توی بازی میکنم تنها تو جایی در دلم من به عشقی تو یار میمیرم اگر تو نیبو بخش مرا من در عشقی تو یار اسیرم دختر گفت مراد گوش که یکی میگم خفا نشا دختری کتن استم دتا فرزند دارم یه بازی ما و تو چوت تسلیش که میبچید تا نزدیکی بچه دی هم قا گفتم نگم نشید اوزی بچه پس شید و بچه ندیگه کس شید گفتک دوایش بگم هم قا کوشش کرد که نشید گفت به اوزی تو ما خونه میکنم آمینه دختر گریم میکردک میگفت میتونی بخشی ما همه خیلی یک دیگر در روز دل نقل کردن دلوشونه شکستن خودشونه به عقل کردن روز به روز یک دیگر دور میشیدن جنگ میکردن برقص کوریم میکردن خودشونه دشمن میکردن یک روز بچه بغضب گفت با قریبی تو دارم ما بچه ای کتایم من موضوع و حوض دارم دختره گسته گم مدت خوشبختی میخوام اگر دختر دار شدی نومچش آمین نبومون تنها تو جایی در